سلام رفقا، به ویدیو اول پازلنت خوش اومدین. اینجا جاییه که قراره تکنولوژی رو همون جوری که هست با هم بررسی کنیم. واقعی، بی سانسور، تخصصی و البته قابل فهم برای همه. پازلنت چی هست؟ پازلنت یه پروژه است، ولی نه صرفاً یه سایت یا یه نرم افزار یا یه تیم. پازلنت از یه ذهن شروع شد، ذهنی که سالها تو دل شبکه، سرور، امنیت، هوش مصنوعی، اتوماسیون، تکنولوژی اه، و نفس کشیده. حالا این تجربه ها قراره به زبون ساده بیاد بیرون تو ویدیو، آموزش، بررسی، حتی پشت پرده کارهای واقعی از زیرساخت تا خلق ایده تا بررسی چالش ها و اجراش قراره با هم دیگه ببینیم. ما چی کار میکنیم تو پازلنت؟ تو پازلنت قراره چند جور محتوا ببینیم. بررسی سیستم ها و پروژه های واقعی که تا الان حالا توی بستر و مجموعه های مختلف یا حتی زندگی روزمرهمون داریم به صورت روتین ازش استفاده میکنیم. آموزش های تخصصی برای قابل فهم بودن برای همه، از پایه‌ترین مفاهیم تا حتی اتصال مدل های هوش مصنوعی و حل چالش های مختلف برای کسب و کارها. تجربه های واقعی از مدیریت شبکه، سرور، رگ‌ها، امنیت اطلاعات و حتی ساخت سیستم های خاص برای شرکت ها، کسب و کارها و موارد روتین زندگی ما که در طول روز باشون درگیر هستیم. بعضی وقتا یه گپ ساده درباره چیزایی که کمتر کسی تو صنعت آیتی بهشون اشاره کرده میکنیم و شاید حتی بعضی وقتا هم انتقاد. مخاطب ما کیه؟ اگه فقط یه گوشی داری، یه لپتاپ داری، یه کامپیوتر داری و کنجکاوی بدونی که چطوری سیستم ها رو بچرخونی، اینجا جای توه. اگه ادمین شبکه یا تو کار دیتا سنتر و سروری، اینجا جای توه. حتی اگه صاحب کسب و کاری هستی، یه بچه نوجوان هستی که میخوای ببینی چطوری میتونی راهکارهای واقعی امن و خاصی رو برای زیرساخت‌های مجموعت فراهم بکنی، اینجا جای توه. پازلنت چیزی داره که کارت رو جلو ببره. اینجا نه فقط آموزش میدیم، بلکه تجربه ها رو میریزیم روی میز. چرا پازلنت متفاوته؟ چون ما فقط نمیگیم چی کار کن، نشونت میدیم چجوری انجامش بدی. هر چیزی که اینجا میگیم یا تست شده یا تو پروژه واقعی داره استفاده میشه ازش، یا حتی چالش هایی که شاید فکراتو بتونی باهاشون جلو ببری و ما بهت نشون میدیم. ما دنبال لایک و ویو خالی نیستیم، دنبال ساخت یه جامعه ایم که اهل فهمیدنه، نه فقط دیدن. چون برای ما مهمه اون پشت صحنه، اون چیزی که مشتری نمیبینه ولی ما باید درست انجامش بدیم، چجوری انجام میشه. چی در پیش داریم تو پازلنت؟ قراره ویدیوهای بررسی سیستم، آموزش، پروژه‌های واقعی و حتی چند تا مستند از پشت پرده پروژه‌هایی که شاید خودم اجراشون کردم بیارم اینجا ببینیم، یا حتی روشون تحلیل زده بشه و حالا اما اگر هاشون رو بریزیم روی میز. اگر دنبال یه کانال واقعی برای آدمای واقعی و تجربه واقعی تو دنیای تکنولوژی هستی، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و با پازلنت همراه شو. این فقط شروعه. پازلنت یعنی کنار هم چیدن قطعات واقعی تکنولوژی.